من از ملاهای کلخر که دائم به تعریف و توصیف حکومت و دیگر مشغولم، من از اونا پرسان میکنم شما وقتی بالای منبر میبروید روح اون حضرت حس نمیکنید؟ وقتی دروغ میگویید، شما دروغ میگویید، به خدا قسم شما دین مسخره کردگی. شما از خدا نمیترسید؟ وقتی فردا روبروی محمد قرار میگیرید به او چی میگویید؟ شما امروز دروغ میگویید ملاهای کلخر، شما دین غلط میگیرید، شما دین غلط میگویید. خب اسلام بقیه می نویسد که در افیراتون سوالای اسلامی میتین، مردم به سیاست هم داخل می شود، شما قبول ندارید اسلام را جدا نکنید در سیاستتون. نه، اسلام اصلش سیاسی است. اسلام سیاسی است عزیزا. اسلام از سیاست خالی نیست. هر کی میگه که اسلام جدا سیاست جدا احمق است، اشتباه کرده است. برای من اسلام سر تا پا همه سیاست است عزیزای دل. قرآن سیاست است. قرآن قانون زندگی ماست عزیزا. ایرا بدانید برادرها که برای پاسخ دادن به سوالای اسلامی آدم باید متخصص باشد، واقعا 15-20 سال درس خوانده باشد. ما درس خواندیم ولی من خودم تا اون حد نمیدونم که به سوالای اسلامی شما جواب تیم عزیزا. و اون امروز که شما میبینید یه 4 تا ملای کلخر مثلا در سوالا پاسخهای مثلا پادر هوا میتین، اونا درک آنها ندارن که فردا روز قیامت پیش خداوند عظیم و بزرگ قرار میگیرن و برای این پاسخهای غلط خودشان در پیش خداوند جواب میگویند. اسلام کار شوخی و بازی ندارد. اگر من قانون دنیا را برای شما پاسخ میگم، خب دیگه این قانون دنیا است، امکان دارد غلط باشد، امکان دارد نه. ولی اسلام برادری عزیز، یک استادی بود، نامش نمیگیرم، نمیخوام که مثلا ضرر بیند، وقتی روی صحنه میبرومد یعنی بالای منبر میبرومد دائم صحبت میکرد. عالم بود ولی میلرزید، در بالای منبر میلرزید، همیشه میلرزید. صحبتی خوب میکرد، بسیاری مردم گوشش میکردن، عالم بود واقعا ولی همیشه میلرزید. من پای منبر بودم، گوش میکردم، نگاه میکردم، یعنی بسیار چی اهمیت میدادم. بعدی که یک از روزها پرسیدم، گفتم که خب داملا برای چی شما وقتی صحبت میکنید میلرزید؟ یعنی دستان میلرزد، من میبینم شما بدن شما میلرزد. میدونید چی گفت؟ گفت که وقتی من بالای منبر میبرم و این منبر منبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، منبر رسول خداست، وقتی که بالای منبر میبرم فکر میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روبروی من قرار میگیرد، رسول خدا روبروی من قرار میگیرد و ما صحبت ما را مشاهده میکند و شرکت میکند، در موعظه در خطبه شرکت میورزد و ما را نظارت میکند و من روح اون حضرت حس میکنم که او هست در بر من. من از ملاهای کلخر که دائم به تعریف و توصیف حکومت و دیگر مشغولم، من از اونا پرسان میکنم شما وقتی بالای منبر میبروید روح اون حضرت حس نمیکنید؟ وقتی دروغ میگویید، شما دروغ میگویید، به خدا قسم شما دین مسخره کردگی. شما از خدا نمیترسید؟ وقتی فردا روبروی محمد قرار میگیرید به او چی میگویید؟ شما امروز دروغ میگویید ملاهای کلخر، شما دین غلط میگیرید، شما دین غلط میگویید، حقیقت را کتمان میکنید. شما نمیترسید؟ شما شرم نمیدارید؟ فردا وقتی با صاحب این دین، با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روبرو میشید، شما نمیترسید؟ واقعا نمیترسید؟ شما اگر یقین دارید که قیامت هست و ما و شما میمیریم و فردا ما حاضر میشیم در روبروی خداوند، حاضر میشیم در میدان قیامت، از شما سوال میشد با این دروغاتون چیکار میکنید؟ با دین خدا شما دروغ میبندید، شریعت محمدی را شما دروغ میبندید، قرآن را به دروغ تفسیر میکنید، با اون فقط به خاطر منفعت های شخصی و گروه های خودتان، تا اینکه شما در منبر مانید به خدا و به محمد دروغ میبندید. این مراجعتی من به ملاهای کلخر امروزه است، ملاهای پگاندار.
چی بلاتان زده است وقتی که دروغ میگویید به دین خدا؟ مردم 1000 و 2000 مردم شما جمع میکنید در نماز دروغ میگویید، به خدا قسم اکثریتتون دروغ میگویید. شما از خدا نمیترسید. بنابر همین در حمایت از دین خودتان برادرها مستحکم باشید، اعتماد داشته باشید. به 4 تا ملای کلخر نگذارید. برای اون ملاهای کلخر شکماشان و زناشان مهمتر از دین و خداشان هست. اونا هیچ وقت از سر منبر برای این کسی جواب نمیگویند.